سلام داداشای گلم. یه تحلیلی رو ما چند وقت پیش توی جمعی از تریدرها انجام دادم. بنده خدا گفتن نه اصلا امکان نداره، یعنی از اینجایی که اومد سقف زد گفتم آقا این میریزه اومد پایین رفت بالا، گفتن این دیگه رفت بالا، گفتم آقا این میریزه میاد تا 56,000 دلار. گفتن نه نمیریزه، ریخ اینجا و اینجا بازیه انگار کف ایجاد کرد. خیلی الان میگن بیت کوین از اینجا میره تا 150,000 دلار و الی آخر. ما حالا به دوستایی که این فیلم رو میبینن یه توصیه میکنم، تو بازار مالی همیشه سر به زنگا یه اتفاق بدی میفته. الان هم 2 ماه ترامپ اومده فرصت داده، بعد روی خوش داره نشون میده. سیاستش خب لابی یهود همیه دیگه، بازار دست یهوده. سیاستش میاد یه نقدینگی توی سطح ایجاد میکنه، مردم میان وارد بازار میشن، سرمایه‌شون میارن و خوب چاق و چله میکنه بازار رو. یک دفعگی همین چی خوبه اعلام جنگ میکنه. حالا اعلام جنگش دلایل دیگه هم داره. یه مثال براتون میزنم. شما فکر کنین کل قدرت ایران دستتانه، هی چاپ پول میکنه. خب هی چاپ پول میکنن، میرن یه تیم 1000 نفره هم داره، میرن طلا رو از توی سطح خاورمیانه جمع میکنن میارن تو ایران. خب بعد تازه آمریکا زورش به شما نمیرسه، پولتان رو بیارزش کنه، منابع داره. یعنی به منابع شما آمریکا توان مقابله نداره، یهود توان مقابله با منابع شما رو نداره. کشوری باشه که منابع نداشته باشه، فقط پولش باشه، آره میشه زد زمین با سیاست‌های آمریکا. ولی کشوری که منابع زیادی داره، چند درصد از منابع کل جهان، یعنی رو طلا خوابیدن دیگه، او رو که نمیتونه پولشو تا جایی که داشته باشه پول چاپ میکنه، عدد دیگه میزنه آقا 100,000 میلیارد. تا جایی هم که باشه با کشورهای دیگه اجناس معامله میکنه. یعنی ایران یکی از چیزایی که میگن ایران شریک استراتژی آمریکا میشه در سالهای بعد، یا تو نظم نوین جهانی میشه یک پایگاه انگار حالا همون کسی که دنیا رو داره کنترل میکنه، راست میگن. و الان هم که یک دفعه آمریکا اومده روی ایران، انگار اومده جلو، به خاطر همیه. برای که شما حساب کنه برای چی گیر داده ایران بیا توی FATF، برای که بتونه کنترل کنه. ایران منابع داره، نمیتونه خیلی انگار تحریمش کنه، یا اگه تحریمم کنه اصلا کارساز نیست، چون منابع داره و بالاخره کشور دیگه سر و کار دارن باش. پس مجبوره که از این گزینه جنگ و اینا استفاده کنه تا ایران رو بکشه انگار زیر پرچم خودش. یه چیز دیگه هم هستش که شما نگاه کنین، الان توی سیاست اینها چیز مشکوکیه اصطلاحاً. ویتکاف میاد، ویتکاف هر حرفی بزنه توی دنیا اصلا اعتبار نداره، میاد جلو صحبت ها رو انجام میده. البته بین خیلی تخصصیش نکنیم، بریم انگار روی تحلیل طبق چیزایی که حالا ساده بهتون گفتم. بازار چون میگم خیلی چیزا رو بگم بعدها درد سر میشه، بالاخره آدم باید کم بگه و اصطلاحاً به قول حامد آهنگی گوزیده بگه. بعد دیگه در همیت بگم که بازار، کل بازارهای مالی جهان یک شوک خیلی بدی میبینن و یک ریزشی رو تجربه میکنن. مواظب باشین توی بازار، هر اتفاقی امکان داره بیفته. و حتی یه مشکوکه که ترامپ 2 ماه وقت داده و الان ویتکافو فرستاده و مثلا او اومده گفته که آقا اشکار نداره ما با ایران راه میایم. یعنی چی؟ یعنی آقا همه چی امن و امانه. خلاصه به این قضیه ریزشه حواستان باشه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امروزم 1